قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لا ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یعنی همین آیات، همین آیاتند الله سبحانه و تعالی 5 چیز حرام کرد، 5 چیز حرام کرد. یعنی قل انما به حصر، در حقیقت الله تعالی چی؟ فاحشه ها را حرام کرد. فاحشه و چی؟ نمایان باشد یا که پنهان باشد، و گناه و بغی یعنی دشمنیه، ولی میگیم به تفصیل، و شرک و بی علم در حق الله سبحانه و تعالی سخن گفتن، همه اینها الله تعالی حرام کرد. قل خطاب برای محمد صلی الله علیه و سلم، انما عادت حصر، یعنی حصر معنوش تنها معنوش میتیاد. حرم معنای حرم یعنی همین 3 حرف حاء و راء و الحاء و الراء و المیم تدل على المنع. برای هم میگیم که حریم البئر میگیم للارض التي تحميه حوله لانه يمنع من التعدي عليه. یعنی زمین للارض التي تحميه نعم حوله، یعنی زمینی که حریم البئر یعنی زمینی که چی میکنه، یعنی نعم المحما یا که الحما میگن. حما یک جایی که جای چوربا میچروندگی جا، همجا مثلا چی میکنه، یعنی همینجا انده چراگاه، یعنی همجا چی میشد، یعنی محکم میشد که یعنی چی میشد، یعنی همینا چوربا چی بیرینگ خارج بر اومدن همجا مام میکند، یعنی مام میکند. همین بر رسول صلی الله علیه و سلم چیکار میکرد، یعنی حماها میگذاشت برای چی؟ ابلیس صدقه، برای مثلا شترهای مثلا اینجا رفتن اینجا چی آدم اینجا نمیبرد، یعنی برای که دیگه جا ممکن زمین دیگه کسب درآمدنش ممکن منع میکنه، اینجا چی میکنن؟ منع میکنن. یعنی تحریم معناش چی بده؟ یعنی منع، یعنی الله تعالی منع کرد شما خوبه. حرام معناش منع، یعنی حرام که شد یعنی وای معناش چی؟ ممنوع، وای کار به نزدیکی نکن، وای کار نکن. طيب چی چیز ممکن نکردنش؟ فاحشه یکمش. طيب فاحشه چی؟ فاحشه هي الذي نعم هي الذنب الذي يستفحش، یعنی من ماذا؟ من قبحه، يستفحش من قبحه، یعنی همین گناهی که از بدیش آدم چی شرم دارد. یعنی فاحشه یعنی چی است؟ یعنی یک فحش کثیره میگن، یعنی چی میشد؟ یعنی همه به معلوم است وای گناه بدنه وای چی. نعم، یعنی آدم مثلا چی از عیب از چیش مثلا چی میکنم کار نمیکنم، مثل زنا و لواط. یعنی آدم جان 3 مثال آورد. یکم مثال هم با الله تعالی سوره زنا چی گفت، یعنی فاحشه نامید ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه. زنا به نزدیکی نکنید برای که چی؟ فاحشه است. برای چی؟ فاحشه است. یک فاحشه یک چی؟ یعنی معناش میگن که یعنی معنای فحش یعنی یک چیزی کثیر بسیار، یعنی میگن که یعنی این اذا كثرت النجاسه، اذا كثرت النجاسه او قلت النجاسه، یعنی اذا فحشت النجاسه. یعنی برای حتی چی میگیم، یعنی حتی الفاظ جرح تعدیلانه میگیم که فلما فحشت اوهامه ترک. فحش یعنی اوهام هایش به درجه فحش، یعنی فحش یعنی از یعنی فحش معناش هر چیزی که از حد میگذرد. معنای فحش فهمیدید؟ هر چیزی که حد میگذرد، یعنی یعنی آدم به در اومده باشه میگه آدم با آینه بر اومد، آدم به لیفت فرو اومده باشه میگه نه وای از بالکن خودش پرتوف میگه. یعنی هر چیز به خطا، یا هر چیزی که خلاف عقل میبیاد و میگیم که انسان یعنی فحش یعنی چی شد، یعنی خطاگیش از حد گذشت و آدم یعنی حال خودش بماند. فهمیدید؟ فحش معناش چی بوده؟ یعنی تجاوز الحد. فهمیدید؟ از حد گذشتن. لا شک زنا این از حد گذراندن، اعوذ بالله. یعنی نسب ویران شدن، مثلا این تمام مثلا انسانیت ویران میشه به زنا که میخله. یعنی زنا که شد یعنی نسب چی شد، یعنی ویران شد، فحش شد. یعنی و كذلك مثلا چی گفت، یعنی قوم لوط علیه الصلاه و السلام که اتاتون الفاحشه، یعنی همین قوم لوط علیه السلام مرد به میکردی شده چی نامید الله تعالی؟ فاحشه نامید. یعنی چی؟ اعوذ بالله. یعنی چی؟ یعنی حیوان مثلا یعنی این کار به نزدیک نپونه میموند. یعنی چی خیلی مثلا یعنی مرد یعنی این چیز مثلا یعنی فطرت انسان رو ویران کردن، فطرت یعنی بشر رو ویران کردن، این چیز میشه. میخواد یعنی هم به این کار چیه؟ یعنی اینو کارش الله تعالی چی نامید؟ فاحشه نامید. و كذلك یعنی چی گفتیم؟ یعنی
زواج مثلا چه نکاح ذوات محارم. ذوات محارم یعنی الله تعالی چی نامید؟ یعنی فاحشه نامید. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا. یعنی معناش وقتی یعنی ذوات محارم گفته چیه میگیم؟ محارم یعنی النساء التي المرأة يعني المحرم من هي؟ المرأة التي يحرم نكاحها على الرجل، يعني الرجل لا يجوز له أن ينكحها. يعني زنی که مرد باید به زنی گرفته نمیتوند. همینه چی میگیم؟ یعنی محرم میگویم. فهمیدید؟ اینه چی میگیم؟ یعنی محرم میگویم. یعنی وای چی به زنی گرفته نمیتواند. فهمیدید؟ این محرمیه تثبت بثلاثه امور. بس یه چیز محرمیه چی میشه؟ یعنی ثابت میشه. با چی چیز؟ یکمش با قرابه. القرابه یعنی سوره نیسونده الله تعالی خیش ها نسب مادر الام و این علت معناش چیه؟ مادرش ممکنه یعنی ها فهمدید؟ مادر ممکنه یعنی و دختر البنت و این نزلت یعنی بنت دخترش یعنی نویره میگیم. چی میگیم یعنی ممکنه ها و اخت خواهر سواء كانت للأب او للأم. یعنی خواهر ممکن چی میشد؟ یعنی از پدر میشد یا که مادر میشد. همین یعنی ابوهما واحد و امهاتهم شتى. فهمید؟ یعنی مثلا یک مرد پدرش رفت و دیگه زن گرفت و دیگه زن چه اومد؟ یعنی دختر اومد و دختر که هر دو این چی میشد؟ خواهر و برادر میشد. گرچند مادر دیگه لیکن پدر یک محرم مثل دختر خواهر خودش یا که برای مادرشون یا پدرشون دیگه و چی میشن؟ محرم. و بزنی گرفتن میشد حرام. ها نمیشد دیگه گرفتن. و این چونین چی وای بناتو الاخوه یعنی دخترهای برادر. دخترهای چی؟ برادر. یعنی برادر کذالک از پدر باشد یا که مادر و یعنی چیش دختر باشد و یا چی محرم به گرفته نمیشد و یا چی و علیکم السلام و یا زنی به گرفته نمیشد. امکی جیان باشد تقوی جیان باشد. نه یعنی تقوا جنش گرفته نمیتواند. تقوا جنش گرفته نمیتواند. یعنی و جنش از برادر باشد یا که از خواهرش باشد. یعنی دختری برادرش و دختری خواهرش گرفته نمیتواند. و این چونین عمه و خاله ها. عمه و خاله ها. دختری عمه؟ نه دختری عمه جایز و دختری خاله جایز. دختری عمک جایز. فقط جواب اومده استودیم عمه و خاله های ممکنه. عمه خاله گرفته ممکنه. عمه چی؟ خاله های گرفته ممکنه. فهمدید؟ عمه و کی های یعنی و خاله های گرفته ممکن نه. یعنی فهمدید؟ اینا مثلا چی میشد؟ یعنی محرم. از قرابه از خیشی. اکنون جنده چی گفت؟ واسه دیومش چی گفتیم؟ الرضاعه یعنی شیر. الرضاعه تحرم ما يحرم النسب. يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. انا من نسب گفتم که نمی خود دلم خیر چی میشد؟ یعنی خود گفتم که نمی چیزا یعنی آدم به حرام. اگر یک آدم بیگانه یعنی خود یک تاجیک یک زنی عرب کودک یک سال کودک به چی داد؟ یک زنی عرب و به شیر داد. تمام گفتگی محکم میزنه همش برای همین چی میشد؟ یعنی مثل نسب یعنی چی؟ دو نسبش میشد اکو. وای زنی شیر داده چی میشد؟ مادر میشد. و دخترهایش خواهرش میشد. عمهش عمه میشد. فهمدید؟ خالش خاله. خواهرهایش خلاص برای این عمه علم خیلی رفتن میرد. یعنی خواهرهایش یعنی خاله علم خیلی رفتن میرد. فهمدید یا نفهمدید؟ دخترهایش خواهرهایش عمه یعنی مثل مادر خودش میشد. حالا تو هم مادرت مثلا تو به کی میشد؟ مادرت کی میشد؟
مادرتند دخترشای، مادرتند خواهرشای، مادرتند عمشای، مادرتند مادرشای، همه همین مثلا تو به چی همین مثل مادری که شیر داد تو به یعنی 5 شیر یعنی رضاعات مشبعات که داد تو به میخیل میشد یعنی فهمیدید یا نفهمیدید؟ انا میخیل یعنی مردوش هم مثلا چی میشد یعنی انا میخیل مثل پدر میشد مثل چی میشد یعنی بیان چی هست یعنی وای زننده شوهرشای شوهرشنده خواهرشای خواهرش چی میشد عمه میشد فهلوم مجره برافتی همین کت یعنی انا میخیل چیز انا میخیل چیز ها فهمتید یا نفهمتید؟ یعنی دیگه معنی کتی این اند دو خاله دو یعنی دو خاله از نسبش دو خاله رضاعه دو خاله از فهمتید یا نفهمیدید؟ اینا میراث من نیست میراث من نمیشه چی گفتید؟ دوستران نیست صحیح یعنی اگر مثلا این طفل مثلا زن باشد دختر باشد عکسش ها چی گفتیم یعنی و زن که شیر داد پدرش چی میشه برای این پدر میشه محرمیت ثابت میشه یعنی و پدرش چی دادرش چی میشه برای این عمک میشه فهمیدید یا نفهمیدید خیلی که آدم مثلا خودش پدر دارد پدرنده دادرش چی میگوید عمک میگوید انا میخیل میشه یعنی هم به فلیح وقتی که ام المؤمنین عایشه با اومد وقتی که از گرفت عایشه رضی الله عنها وای به چی اجازه نداد گفت که یعنی مرد بیگانه چه اینجا اومد گفت یعنی فلیح یعنی که این مردی که زنش عایشه به وقتی کودکی شیر داده بود یعنی فلیح خودش نه دادر فلیح اومد فکر را گفت تو رفت رسول صلی الله علیه و شکایت کرد چی خیلی گفتین یعنی جیان وای نات جنش اومد خیلی نیازه فلیح شوهر همین زنی که همین زن عایشه رضی الله عنها به وقتن چه شیر داده بود فلیح دادرش که میشه داده برای عایشه رخصت نداد یعنی رسول صلی الله علیه و برای چی این کار کرد یعنی این چی به دلالت میکند حیائی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها به دلالت میکند یعنی فهمید یعنی عمکش از عمکی شیر شرم داشت یعنی رضی الله عنها یعنی نمیدونست سونه گفت که چی خیلی گفت عمک گفت که انما گفت ارضعتنی امرأته ما هو الذي ارضعني گفت فهمید گفت که من به شیر داده که زنش خدا شیر نداد که من و یعنی اولادش خدا به محرم گیرم فهمید یعنی خودش یعنی پدر از رضاعه میشد لیکن شیر من به زن داد یعنی زن اولادش من به اولاد میشه برای که من شیر که خورم همین شیر دادگی اولادش من به اولاد میشه اول پدر چی اینجا مرد چی داخلش اینجا به گفت که رسول صلی الله علیه و آله گفت لا گفت انما الرضاعه گفت که چی یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب چه خیلی که پدرت دادرش تو به عمک میشد اینم هم خیلی چی عمک میشد یعنی فهمیدید اینا نمیشه چی گفتیم یعنی لبن الفحل یعنی برای که شیر پیدا شویش به سبب که بود شوهر نه چیکار کرده رسول همین اساسی سر نسب خدا اپا سبب اینو که چی بود مثلا این چیزی این نبود درس همین دا میونه در اومده گرم خیلی دکور یعنی آدر بحر میونش به کتویا پارتوف نمیدونی پیش روی قنوین خفا بیایی سیمش گفتیم چی گفتیم یعنی المصاحره معنای مصاحره یعنی تماما وایها بیگونه نه توی نه شیر جمع میکند نه نسب جمع میکند ناگهان وایها تو به چی میشن یعنی اهل عائله میشن وایها چی مصاحره یعنی خودگی میگن چی میگن یعنی یعنی یک مرد رفت تو یک زن گرفت زن تماما یعنی چی این مثلا فورس این هند یک هندی گرفت خلاص وای هندی که شده کن وای زن چی میشه زنش میشه طبعا محرمش میشه اصح یعنی چی داماد خسوری میگن یعنی فهمیدید یعنی وای حاضر وای چی میشه یعنی همین زن چی میشه نکنون مادرش محرم میشد خواهرش محرم میشد عمه‌اش محرم میشد خاله‌اش فهمیدید یا نفهمیدید همین هایی که دیروز همه بیگانه بودن امروز همه چی شد محرم شد این چونین یعنی خیش‌های شوهر پدرش برای وای چی میشد یعنی محرم میشد
فهمیدید نفهمیدید معنای مصاحره؟ انا من های زنی به گرفتن فاحشه میشد. فهمیدید؟ انا من های زنی به گرفتن فاحشه، یعنی معناش اینجا ده محرمیه معناش میدید نه؟ یعنی انسان گفته مادر چیه؟ و اینچنین مثلا زن خواهرش گرفته میتونه یا نمیتونه؟ گرفته میتونه یا نمیتونه؟ یعنی معناش بابا یک جای سفر کند تنها موند میشد یا میشد؟ کی میگود میشد گفته؟ یا نمیشد؟ ها؟ میشد نمیشد؟ فقط دو سواله ها یا نه؟ تعلیق وجد نه یعنی ها؟ تعلیق در با شک میکنه نمیشد. اینجا سوال پیدا میشه چخیل یعنی محرمی گفتید وای زن بگرفته نمیشد با وای همراه مونده نمیشد است. ابدی میشه موقتی انا من چیز مثل مادر ابدی، لیکن این هایی که گفتیم یعنی عمه زن، خواهر زن، خاله زن، خواهر زن اینو چی؟ موقتی. سرش کی داری بگی؟ مادر زن چی؟ نعم. وكذلك الربائب وحلائل وربائبكم اللاتي في حجوركم وحلائل ابنائكم، یعنی اینچنین زنهای فرزندات چی میشد؟ خلاص اینو محرمیه مؤبده یعنی ابدی یعنی. وكذلك ربائبكم، الربیب معناش یعنی یک زن که گرفت انسان وای زننده چیه؟ دخترشه. همین دخترشه بزنی گرفته میتواند نمیتواند؟ میتواند یا نمیتواند؟ میتواند؟ در هجرش باشد. هجرش نباشد چی؟ على من چیز یعنی معناش یک انسان مثلا یک زن خودش به اختیار کرد، زن خلاص گفت خطبه کرد میگرفتگی شد یعنی چی؟ عقد کردن، لیکن حال دخول معناش یعنی تنها نموندن، جما نشد. حالی میبیند که بینده چی وای دخترش گفت که یعنی این موسفیده گرفته نه ایننده چی؟ میگیم اگر قبل دخول باشد میشه، اگر بعد دخول باشد یحرمه، قول بعض فقها به. اما حجر اینجا چی گفتیم؟ صفه کاشفه داخلش نه، حجرنده باشد یا حجرنده نباشد میشه. برای حجر گفتیم چی؟ وای خرجت مخرج الغالب، برای که غالبا وای دختراش حجرنده میشد. حجر یعنی چی؟ بغلش بیانه. فهمدید؟ یعنی الا مثلا وای دخترش 30 ساله مثلا خودش مثلا یعنی مکانده دخترش یادان باشتن وای چی میشد؟ یعنی حکمش حکم من حجر میدارد. یعنی علمین های المهم چی بگرفتن چی بدست یعنی فاحشه بدست یعنی. نعم. و این مثلا چی گفت یعنی نعم ان هذا شد من الزنا لانه وصوا بثلاثه، یعنی اینجا ده ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم، یعنی برای چی خاص اومد؟ برای که وقتی جاهلیان اعوذ بالله یعنی انسان اگر پدرش زن گرفته باشد و سونه اگر وقتی که پدرش مرد و این زنی گرفت مادرش نه، یعنی تمام دیگه زنی پدرش مثل مالهایش میراث میگذارد که هم خیلی میراث میگذارد دست فرزند. هم وقتی جاهلیه هم خیلی بود یعنی یعنی زنی مادر خودش نه، زنی پدرش دیگه زن دارد که همین زنهای پدرش خیلی که مال ملکش طلای نقره دستش و میراث میگیرد، زنهای پدرش هم خودش به چی میراث میگیرد. و این میتواند برای خودش زن کرده گیرد، میتواند باید چیکار کند، چیکار که میکند یعنی باید وقت. فهمیدید؟ این چیز الله تعالی چی نامید؟ فاحشه نامید. این چیز چی؟ فاحشه نامید این چیزا.